بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، برادران عزیز و خواهران گرامی، واقعا وقتی به پیامک های شما نظر میکنیم بسیار از شکایت ها هست. بسیار شکایت هایی هست که از شوهرها، خیر بسیار از قیناها، خشرومانها، لیکن علم آورش اون شکایت هایی که از پدرها هست. گاه پسرها از پدرانشان شکایت میکنن، گاه دخترها از پدرانشان شکایت میکنن. یک شکایت هایی که انسان تعجب میکند و میگوید که نخواد در بین جامعه مسلمان ها، در بین جامعه مردم صاحب فرهنگ همین خیل عمل ها صورت گیرد. و میخواستم خودی برادران و خواهران اگر یگان شکایتی که داشته باشند همون شکایت های خودشون یک بار در پخش مستقیم، البته آنهایی که امکانیتش رو دارند، بیان کنند تا اینکه برای دیگرها درس شد. خب به گوش خودشون یک بار شنوند، شاید برای بعضی ها عبرتی باشد. بنابراین مرحمت امروز برای یک حلقه علاهیده جدا کردیم تا اینکه در این حلقه فقط صدای شما را میشنویم. کوشش میکنیم که هر چقدر بسیار آدم قبول کنیم و امروز امکانیت بیشتر برای شما داده میشد تا اینکه یگان چی گفتنی داشته باشید، پیشنهاد دارید، شکایت دارید، بیان کنید. بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، خیلی شاد هستم که همراه شما هم صحبت می شوم. من یک مادر، یک خواهری مسلمان شما، الحمدلله. نمیدانم که شکایت ما به کیم کنم. نه پدر داریم، نه مادر داریم، نه خویش تبار داریم. این درد دلی به نظر من تاجیکای ما، نمیدونم یک شکایت گویم یا که درد دل گویم. اولش که بخشش که کمتر احساسات هستم. بله، آهسته گپ زدن این گرید. درد دل من چندین سال سری سال میشد که مرا اذیت میکرد. برای این مشقت و سرسانی های دنیای زندگی، وقتی که هیچ کسی درد دلت را گوش میکدگی، مؤمن مسلمانی که دستی هم دیگر میگرفتگی نداری، خیلی مشقت ما زیاد. معصابین مادر و خواهر و در همین دنیا گشتم. الحمدلله که خداوند راهی راست به هدایت کرد. من شما خداوند مورو پرو کرد که از شما خیلی چیزهایی که برای خود ما ضرور هست گرفتیم. با دیگر خواهرانی که هستن از درس های و بهره مند می شویم. الحمدلله الحمدلله. اگر که به شما همین خیلی وزنهاش نست می شد یا که و می شد درباره همین مظلومای خواهران که بیچاره ترین، مظلوم ترین، نه مهره، نه میراث، نه دستگیری پیوندان، پدر و مادران، خواهر و دادران که از دین یگون خیلی وای ندارن، یگون انفرماسی میگن یا خبری ندارن. بسیار در سخن میگفتی. اگر به شما خیلی نباشد، چون که خیلی اذیت میکشیم که همین خیلی 16 ساله 17 ساله شوهر به برآورده میتیم، مردت براد زندت نبراد گفته برده میپرتم. رنگی غلام شوهرای و خوشدامنها اسپازویت میکنن تا جایی که میتونن، نگاهی میکنن نمیکنن. بعد از که همین قدر عذاب و مشقت هایی که هر یک فرزند مسلمان، خیلی که ما خودمون میگوییم مسلمان، یگام خیلی اونجا مسلمانگی ندیدیم.
در تاجیکستان الحمدلله که تا به چندین سال میشد که در مهاجری هستم. الحمدلله همه دنیا و داده شدگی، همه و خودشان به داده شدگی، هیچ کس کاردار نی. یگان خیل میراث در بورش گپی نیست، در باری اسلام گپی نیست. یگان جا رفته کمتر باشدم عبادت کنم، یک درد دلم خداوندم بکنم، گویی یگان دری نیست که برای تو کشایم. همین خیل تاجیکستان ما همین خیل مظلوم بیچاره، همین خیل دنیا و داده شدیند که یگان چی نیست. همه جا دیسکوتک، همه جا دیسکو کلوب، همه جا رقص و بازی. اگر اجازت میشد بسیارتر گپ میزدید که کمتر باشدم، بیدار شوند خلق ما. خواهرای اینقدر هم مظلوم شدم به نمانند، چون که ما دیسیتل مظلوم هستیم. نه میراسی، نه یگان دستگیری، یگان جانیست. چقدر رنگی من با این 20 سال اضافه میشد که در مهاجری هستم. من با این که میلیون هزارها خواهر برادران خواهرها هستند که میخیل روزشان اما بدتر. برای همین بسیارتر صحبت میگذراندید، کمتر باشدم شمایا همه گوش میکنند. من هم چند سال میشد که از درس های شما، از و شما بهره مند شدم الحمدلله. خیلی من نمیدونم از کجا سر کنم، کجا به تمام کنم. خیلی شرایطم عوض بین نسکل که تو که همی خلق بیچاره مو، تو که همی خیل مو در بدرو خوک بسرو. یگان خیل اقلا پدر و مادر ما یگان چی یاردم ندیدیم. خواهر و برادر و مایم همی خلق کاردار نی. سلامت باشید خواهر عزیز. الله سبحانه و تعالی مشکلای شما و مشکلای جمله برادران و خواهران اسلام را الله تعالی آسان گرداند. و واقعا یکی از سبب‌هایی که این برنامه را تشکیل کردیم، یعنی نامشم عنوانشم درد دلی مردم را گوش میکنیم، ماندیم به آن خاطر که شاید یا مراتبه تماشابین ها، بعضی برادرها فکر میکنن که نمیدونید، آخر خود همین شکایت کننده ها میگوید که مثلا پدری مرا در بیرون مردم همچون یک آدمی خوب، یک آدمی با تقوا میشناسند، لیکن این فقط در دایره عائله فقط ما میدونیم که این آدم بدترین مرد دنیا هست. نخواد آدم برای دخترش ظلم کند، نخواد آدم دختری خودش را تهمت کند. آدم ها رفته، من مسلمان ها در افریقا برای مردم های نمیشناخته کشان چاه کنده ایستادیان، مسجد می سازن، مکتب و مدرسه می سازن به مردم های بیمار. مثلا من دین در بعضی برنامه های نگاه کردم، واقعا آدم های محتاج یافته برای همونها یاری خود رسانده سیدن، بیمارها، اینولیدها، معیوبها، عموما شخصی که نمیشناسد. و شما همون خیره نکنید برای بیگانه ها، برای افریقایی، برای بنگلادش، نه، نخواد برای دختری خودتان. خیلی مثلا بعضی دخترها جدا شده آمدیان دیگه کجا رود اینا؟ نازه می خواهر یک جمله گفت که مردت براد زندت نبراد. درست، مقصد آبروی عائله که همین دختر شوهر دادید. هیچ پدر و مادر نمی خواهد که امیها و ایران شود عائلش گشته بیاید، لیکن یکی گشته آمد. مثلا شما وقتی که به وی طعام می دهید، به وی مهربانی می کنید، به وی جا می دهید، این ثواب عظیم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که غیر از این که حالا این دین اسلام نباشدم، شما وی دخترتان، وی خواهرتان دین اسلام اگر نگوید هم
و شما در یک خانه با همراه این خواهرتون 18 سال زندگی کردید، وای شوهر کد رفت، یکی با تقدیر آمد شوهرش وفات کرد یا جدا شد مثلا، نخواد برای همین خواهر یا برای همین دختر همین قدر ظلم کنید که بعضیش نوشته است که هم تو رمضان میشد ما در سر افطار می نشستیم، مقصد از شوهرش جدا شد آمدگی، پدرش میگفت است که ها تو یعنی که تیگین خور، یعنی مهنت نکرده آمده اینجا میخوری، تو فاحشه دختری خودش را پاک را، این خیلی گناه نکرده، فقط شوهرش که دی ساز نکرده، شوهرش نرکمان بوده است، میزده است دیگه علاج نیافته است، گریخته آمده از مردن برای نجات یافته. همین خیلی گپای بعد میگفت، بعد رفته در دیگر خانه با آب دهان میکشدم، میگد با آب سحری میکردم در ماه مبارک رمضان. پدری که خودش نماز میخواند روزه میدارد، دختری خودش همین خیلی یعنی که اذیت میداد است، روی حولی و برآمده داد میزد است، تو فاحشه گفته تا اینکه همسایه ها شنود. نعوذ بالله، من حیران شدم. یکی از سبب‌های همین برنامه تشکیل کردگیم همین که من بعضی شکایت های گفته نمیتونم، اونجا یک نمود شکایت های که به آدم گفته نمیتونه در این خیلی مجلس ها، لیکن بعضی آدم ها از همین هم غافل. درست مثلا برای افریقا نیکی کردن خوب است، لیکن وقتی که خواهری خودتان دختری خودتان به یک برده نان محتاج است، این خوب نیست. اول پیامبر صلی الله علیه وسلم ابدأ بنفسک گفته، اول از خودت شروع کن و بمن تعول، و با آنهایی که در زیر دستت، این بسیار ثوابش کلان است. اگر به خویشاوندها خیر کنید، خویشاوندهای دستگیری کنید، این هم صله رحم هم صدقه هست. اگر همین کار با بیگانه کنید وای فقط صدقه هست، لیکن در اینجا دو خیر است. صله رحم، من اراد ان ينسأ له فی اثره، کسی که خواهد که رزقش وسیع شود و در عمرش برکه و طولانی شود، عمرش دراز شود، فلیصل رحمه، با خویشاوندهایش علاقه را پیوست کند. مثلا بعضی همین زنها شکایت میکردین نزد بلاگرها میگفتین که ما تا توی بنوار نگیریم، یعنی ما پول جمع نمیکنیم. بگوید این گپ کارایی هست که این بنوار گفته نمیشد. این همسایه ها هست با یک شرم و حیا هست، هزار ظالم باشدم پدرش، هزار بدبخت باشدم با یک آبروی عمک و خیش و تبار هست، نمیشد این گپ گفته در تلویزیون یا در پیش آدم ها، در پیش دوربین. این هیچ کس به ما این شکایت ها ما کرده نمیتونیم. و بعضیش نمیشه است که دوملا ما تا تو خیلی جواب میتی نگاه کنیم میشنه آدمی خودکش خودشه. رسمای دریای پرتافتی هم بشه با اونه که من در بالی دریای سیدیم حوض خودم میپرتم، تلفن بردار مثلا شکایت کردنی که میگم حوض خودم کشتنی چی مسئولیت میتی؟ خب ما تلفن ما هم همه وقت جواب داده نمیتونیم. میبینم 5 روز گذشته است میگفت است که اگه خودکش گفته است خودکش نگاه کرده میشنید این دوملا که تلفن میبردارد گفته نوشته است. یعنی که این آخرین مرحله که این بیچاره همین زنهای ضعیف رسیده آمدگی ده، زده شوهرش آورده میموند، پدر برده میموند، مرده زندگی میکنی گفته. بعد نبیو میگوت به خانه ما. بعد این خیلی زنها مثال هست، زنهایی که در کوچه ها گریه کرده میشند، مثلا من میدونستگیم یکی دیگه زن میبیود و میگوت که چی گفت؟ میگوت که یا چی یک برده نان یافته، یا من در روسیه هم خیلی حادثه ها با تاجیکا شدگی از پرتاوگاه ها نان میکافتم که یک زنی تاجیک گذشت میگوت چی گفت؟ میگوت همین نانی خوردنی نداریم اقلا، یکان جایی نمیدونی که کار کنم پولی آوام. گوید من یک جایی میدونم لیکن یک کاری گنده و فاحشگی تن فروشی، گفت یک روز میکنم برای این بچه هم سیر کردن دیگه نمیکنم. گفته جاش آدرس از من گرفت، میگفت آدرس دادم، میگفت اینا مکن بی سواد، این خودش همونجا کار کرده یه وقتی نجات یافته است، خیلی کن طرفش نمیگم.
این با مسئله داده است که خیلی یک شب بچه هم تمام میخوردگیش نیست، در مهاجرت در کوچه خانه نداریم، یک روز کار میکنم بس میکنم مختص آدرس دادم حوض میگو تیلاهایی که در گوش و گردنهای وای زنای ماشینایی که در تگی وای دیده نمیشه. هی زن اگه این کار حرام، این کارو نکن، گفته گشت نصیحت کنه، تو اکن با من نصیحت کن شدی هر گناهی که من میکنم برگردنی تو گفته است، راست گفته است برگردنی این هم یعنی که میدوند با تو گفته است هر گناهی که من میکنم برگردنی تو گفته است، تو من راهنمایی کردگی. یعنی تا به درجه همیشه رسید که یا خودکشی کردنش نکار همراهی بچه هاش، من مثلا حادثه ها هست که بچه هاش هم دریا پرتوفتگی خودش هم پرتوفتگی، تا همین درجه اومدگی. شوهر نگاه نمیکند، برادرها نگاه نمیکند، برادرها همه اطاعت زننده، زن میگوید که بیرون کن قیسین گله خواهرت، همین درجه و رسیده اومدگی ده. من این خیل شدگی فاحشه کلان شده رفتگی تن فروشی کلان در مسکو، روس‌های آذربایجان و دیگرهای نعوذ بالله. این یک یعنی که عاقبت این خیل کارا چه عاقبت‌های بد دارد، همش از یک درگیش بد است. این همش سببی اولش این که جامعه نامش مسلمان است. آخه همین آدم خواهرتان نباشد، هم توی خواهری مسلمان، خواهری خودتان نه، از پدر و مادر نه، نخواد تا همین درجه مانید که نانی خوردن نداشته باشد. یک رستورانی که مثلا بعضی برادرها میشیند هم توش 4-5 کس از همش کم کم میخوری، چی نمیخوری، هم میشه با بعضی مثلا هست مثلا آشخانه یا رستوران هایی که همین های خوش رو کرده جدا کرده پس مانده مردم به مردمی کمبغل تقسیم میکردگی هایم هست همین خیلی راست همشه پرتاب میپرتام همون ناز و نعمت هایی که همینجا ممکن 2,000 دلار شد. هست آدمی که به $10 محتاج است، فرزندش دکتر بردنی است پول ندارد، راه کران ندارد. مردم برادر همین خواهری شما نباشد، خواهری بیگانه باشد، همچون یک برادری مسلمان یک خواهری مسلمان اگر این خیلی دیدید دستگیری کنید. والله این بهترین تجارت است که هل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شما نصرت داده نمیشوید، رزق داده نمیشید مگر هم به سبب همین ضعیفاتون. همین ضعیف ها در بین شما هست و شما یا برده نام میدهید، یک نوشابه میدهید، یا نیکی میکنید و به سبب همین نیکی، به سبب همین مهربانی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، شما به آنهایی که در زمین هست رحم کنید، آنی که در آسمان هست به شما رحم میکند. ببینید یه زنی فاحشه در زمانهای قدیم در اخبار بنی اسرائیل از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح نقل کردند که وقتی که میبیند که یک سگ، در بعض روایت زنی فاحشه، در بعض روایت مرد، وقتی از چاه میبراید یک سگ میبیند که از شدت تشنگی خاک نم رو میلیسد. بعد میگوید که قسم به نام الله اون تشنگی که به من رسیده بود به اینم رسیده است. لیکن فرآمده نوشیده نمیتوند، فرآمده مستیش به آب پر میکند و برآمده همین سگ آب میدهد. فغفر الله لها و شکر سعیها، همین عملش به الله تعالی معقول آمد. ولی بعضی نوارهای مثلا میبینید یک آدم یک کمبغل به یا یک آب فروش بنی که میکند، یا یک آدمی که مثلا زیلین فروش است، یعنی چیزای ارزانک میفروشد، کم بغل از پگاهی تا بگاهی ممکن $1 $2 به کار کند. همین خیلی آدم نظارت میکند اولو، بعد آمده خیر میکند، خرسند میشید شاید آبی دیده تان براید. همه آدم دوست میدارید، همه آدم خیر کردگیه، به الله تعالی دوست نمیدارد. الله تعالی کسانی محسن ها، این الله یحب المحسنین، کسی که به بندگان الله تعالی نیکی میکنه الله تعالی آنها را دوست میدارد. الله دوست داشت، شکر الله سعیه، همین عملش شکر گفت
یعنی الله تعالی تشکر گفت، قبول کرد و غفر لها، گناهاش بخشید. تا همین روز کرده گناهاش به سبب یک سگی که خریدنش حرام است، فروختنش حرام است، در خانه نگاه داشتنش حرام است. اگر آبی دهانش به طبقتان رسد 7 مرتبه با آب و 1 مرتبه با خاک باید شوید، از وی باید دور زندگی کنید. لیکن وقتی که محتاج است، تشنه هست، آب داد، الله گناهش بخشید. بعد صحابه پرسیدن که یا رسول الله، ما این به این حیوان ها اگر نیکی کنیم ثواب میگیریم؟ حیوان، سگ، گاو نوی که گوشتش خورید، اسب نه که وی سوار شوید و وی گوشتش خورید، سگ است وی. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بله، هر یک جگری که تر میشه در وی ثواب است. سگ به آب دادن ثواب است. نخواد ما یک زنک، یک خواهر، یک دختر، یک نزدیک ما، یک خواهری مسلمان مجبور کنیم که دیگه هیچ علاج نداشته باشد مگر هم دیگه خودکشی کند. برای همین برادرای عزیز، به گرد و اطراف، به یار و دوست ها، خیش و تبارها، همسایه ها نظر کنید. یا آدم های محتاجی، واقعا محتاج یابید. اگر با مال دستگیری نکنید، با مصلحت، با دعا، با راهنمایی، یا آدمی پولدار، یا آدمی که مثلا 100 سامان زیادتی دارد، هیچ گپی نداره، 100 سامان میتید، پولش کم نمیشه، همون عقل شما میگوید که انا همین به نگاه کن، واقعا محتاج است، مفت راهنمایی میکنید، برای شما عیناً ثوابی همون داده میشد. نگذارید که مردم اینقدر بیچاره، خاصتا در غریبی. من این صفتای نیکی تاجیکای میدونم هست، خیر که مثلا تاجیک اینجا گریه کرده اشته باشد، حتما آمده مثلا میپرسن، نیکی میکنن، لیکن اینقدر غافل هم نشویتون. نگاه کنید، این خیلی آدمای جستجو کنید، خوب پولدار باشید، خوب بی پول باشید. اگر دانید که واقعا یک آدم محتاج است، با وی نیکی کنید، یا اینکه سبب نیکی دیگران شوید. بله، ما به بعض شکایت های مردم کمی تعلیق میکنیم، لیکن این شکایت ها شاید برای تماشابین های هم یگان برای اصلاح همین مشکلات مردم، چی مردمی مثلا تاجر و سوداگر، چی مردمی معلم و ضیایی و دیندار و طالب علم و دامولای و کسی نباشد، از این برنامه، یا خودی مثلا یک زن، بعضی انسان ها شکایت میکند، من میگم که میگم درد شما بخیر بوده است، این هیچ گپی ندارد، میگم یعنی شوهرتان طلا بوده است با وجودی همین کمبودی هاش. میگم ده، چون که هست آدمایی که برای فرزنداش اقل تعام نمیدهد، حال زنش اون طرف استاد، اهمیت نمیدهد، زن و فرزنداش پر برای خطی سیاه در آوردگی تلفنشون نمی بردارد، یک دو زنکای عروس کتی کارهای گناه کتی مشغول. این زنک شوهرش تمامی تعامهای می آورده است، خواسته که چیزش خریده می آمده است، خانه ها قصر همه چی بوده است، نمازخوان شوهرش نه، کمتر مثلا یکان شکایت هست. خیلی یعنی که وقتی که شکایتی یا آدم میشنوید که از وضعیتش از شما وزنین تر است، اقلا بعضی آدم ها شکر میکند به نعمتی که دارد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شما از خودتون به پایان ها نگاه کنید. مصیبت دارید، درد دارید، لیکن شما دردتون مردم ندیده ایستاده است، دردتون داخلی هست. دردی که شما کوچه میرید، مسجد میرید، طعام میخورید، مهنت میکنید، پول میآورید، زندگیتون در زن و فرزنداتون در نزدتون، وقتی که مصیبت دیگر آدم میفهمید که وزنین تر است، مشکلیش بالاتر است از مشکلی شما، بعد میگوید که الحمدلله که ما به این بلا گرفتار نشدیم. برای همین یعنی کمتر گاه ها تعلیق میکنیم، گاه ها تعلیق نمیکنیم، لیکن آینده این مسئله های ما به نظر میگیریم. حالا انشاءالله در نظر است یک برنامه فقه اسره، آداب عائله داری یا احکام عائله داری که چخیل در خانه باید زن و شوهر همراهی همدیگر یا همراهی فرزندها چخیل معامله کنند. چون که یک عائله اگر آباد شود، انا همین عائله آبادیش الکی برای دیگرها سرایت میکنه. از این خانه یا دختر شوهر میکند،
همین دختر شاید یک عائله دیگه اصلاح میکنه. به این عائله باید دختری نو کلین شده میبیاید از یک عائله که ممکن تربیتش مثل این نیست و هم اینجا اومده اصلاح شده، خانهش رفته برادر و پدراش اصلاح میکند. مثلا بنابراین یک عائله اگر اصلاح شود این برای جمعیت مثبتی کلان است انشاءالله. بعد برادر و خواهرانی که خواهرتان چی هست، یعنی که بیوزن هست، شوهر ندارد، اینا از نظر گذارانید، اینا از احوالش با خبر شوید، زکات دهیتون اگر مستحق زکات باشد، رمضان پایده نشینیتون، بگید چقدر کمبودی داری پرسیده استید اقلا خواهراتونه، جیان هاتونه، تقاها، امکا، بای مثلا، لیکن جیان خش هر میدارد یا گفته نمیتوند مشکلی شد. شما پرسید از برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم به ترغیبات کردند به احوال خویش. نماز جماعت برای چی فرض است 5 مرتبه؟ مثلا نماز جماعت در نزد اکثر علما واجب است، یعنی کسی نرود گناهکار میشه. برای چی؟ یا آدم میبینی به جماعت نمیبیاد، گم میپرسید چی؟ بیمار شده است. بیمار خبر میگیرید که خانش دیده میمونید. بیمار خبر گرفتن در نزد امام بخاری واجب است. میگن که باب درباره واجب بودن خبر گرفتن بیمار. بیمار کار نمی کند روزای بیماریش، دارو میخرد یا به داروها پولش نیست، به دکتر رفتن پولش نیست. وقتی که شما بیمار رو دیدن برفتید شاید میبینید همین احوال اونها، احوال زندگیش میبینید. بنابراین از دیگر جهت اینها دستگیری کردن در کار.